سلام دوستان، یه موتور کلیک داریم کبیر. عرضم به حضورتون این موتور به زمین خورده، همونطور که میبینید فرمون این موتور و کمک های جلوش کج شده. الان دو شاخ فرمون صافه، ولی لاستیک جلو که دقت بکنین با گلگیر ببینین در چه وضعیتی وایستاده و جوری که مشخصه. از اینجا این قسمت کمکات تا برداشته، هم چرخیده هم رو به عقب رفته، دو طرف. شما دقت بکنین متوجه میشین و خودتون ببینین چراغا کجا، لاستیک جلو کجا. این هم فرمون که وسط هست و باید باز بشه. اینو ما براشون صاف بکنیم. من این کارشو که انجام دادم ادامهشو براتون میذارم. توجه کنید کمک موتور سمت راست چطور ضربه خورده که دهن بوکسا دوتا به هم آمده، جمع شده و از بالا هم تابش مشخصه. این یکی هم یکم تاب برداشته، کمتره، و این یکی خیلی تابیده شده که اینجا جلو عقب هم هست و چقدر هم دهنه به هم دیگه جمع شده. خودتون توجه کنید ببینید ضربه رو از کجا خورده. با تشکر، ادامهش براتون میذارم در بیارم کمک رو ببینید. دوستان کمکی که ما در آوردیم ببینین از کجا تاب خورده، خودتون ببینین مشخصه. این هم خط پشتش، سر شافت کمک خم خوردگی داره. این هم خطش، ولی خوشبختانه کمک آسیب خط و خش ندارد. ولی متاسفانه از طرف دیگه این هم قاب گلگیرشه که هم از این ور شکسته هم اینجا ترک کرده، از یه طرف دیگه هم که اینجا هم هست. خودتون میبینید این کمک کلیک هست که از اینجا تاب خورده بود. اینم بعدش از جایی که بسته میشه دقیقا زیر کرپی فرمان که تاب خورده بود، کج شده بود که ما صافش کردیم. و اما ایماند این قسمت پایین که این ضرب خوردگی ها هست و رنگش رفته، اینا رو ما براشون میگیریم مثل اولش. و این هم ترمیم کمک به صاف بودنش، خودتون ببینید. ولی این خط دیگه تا آخر اون میماند، چون این از اینجا یه خط هست که مشخصه که شما اگه توجه بکنین دقیقا از لبه کرپی کج شده بود رو به عقب و فرمون کج بود که فیلم اولش رو گرفته بودم. حالا من اینو میبندم. کمک دیگهش از وسط کج شده بود، اونو صاف کردم. ویدیوشو متاسفانه یادم رفت بگیرم براتون. حالا اینو که صاف کردم براتون میبندم و کارشو اتمام کارشو براتون میذارم. کمک سمت چپ کلیک هست که ما اینو باز کردیم و بازسازیش کردیم که از این قسمت تاب خورده بود. تابشو گرفتیم و بستیم. این هم قسمت اولش. اینم که لنتای چرخ جلو هست و اینم کمک سمت راستش که بهتون گفتم این خط از کرپی تاب برداشته بود و کج شده بود به عقب. دقیقاً از اینجا کج شده بود، از همینجا تاب خورده بود رفته بود به عقب. ضربه رو فقط این قسمت کمک، این لنگی کمک تنها ضربه شدید و بیشتر گرفته بود تا این یکی. زمانی که این کمک سمت چپ سمت راست ضربه رو که بگیره، یا فرق نمیکنه هر کدوم ضربه رو بگیره، منجر میشه این کمک دیگه هم بالاخره دولا بشه. ولی ضربه شدید و سمت راست بیشتر گرفته بود که حالا ما صافش کردیم که اینو جاش میزنیم. و الان خواستین حساب بکنین تقریبا دهنه
دو تا کمک یکی از حالا اینجا خورده نیست، این خورده پایینه، من جاش بزنم این ویدیو ادامهشو براتون میذارم. دوستان اینم نصب کمک های کلیک و اینم فرمون وسط و اینم از جا زدن پیچ چرخ جلو که راحت خودش جا میخوره و از لحاظ صاف بودن و یکی بودن هم دهنه رو شما ببینین. ساعت اول که آوردن دهنه جمع بود، این کمک رو به عقب بود، این به جلو بود، ولی الان الحمدلله جفتش صاف مرتب سر جای خودش. من گلگیر و چرخ جلو رو ببندم، ادامه ویدیو رو براتون میذارم. با تشکر. این هم پایان نصب سیستم ترمز و ABS چرخ جلو و صفر کردن جلوبندی. بستن چرخش هم براتون ادامهشو میذارم. نمایی از ترمیم و ترک های گلگیر جلو که شکسته بود و تصادف بود مال موتور کلیک 150 کویر. همونطور که میبینید ما با حالت اولش در آوردیم و ترمیم و درستش کردیم. این هم بعضی ترک ها هست که نمیشه درست مثل اولش جمع کرد. ما اینا رو فقط در حدی که بشه هم بست و هم از حالت لغلق کردن در آوردش ترمیم کردیم، چون اینا زود گلگیرها پلاستیکی هست، زود تا برمیداره و نمیشه بیشتر از این، باش نازک هم هست، نمیشه بیشتر از این فشار بالاش آورد. فقط میشه در حد مجاز خودش باش کار کرد و ترمیمش کرد. و این هم نمای پایانی کار، همونطور که میبینین از دو طرف. این هم نمای بغلش. این هم خود موتور کویر 150. این هم پایان کار بستن گلگیر جلو کلیک 150 و اینم از صاف بودن جلوبندی و فرمان همونطور که میبینید. ادامه ویدیو بستن چرخشو براتون میذارم. سلام دوستان، اینم نمای پایانی بستن جلوبندی و چرخ جلو کلیک 150 کویر و اتمام کار و صافکاری کمک های جلو، بلخص کلپی فرمان. و اینم از نمای بغل و همونطور که خودتون میبینید فرمان وسط، چرخ هم وسط. با تشکر از نگاه گرم و صمیمانه شما دوستان.